بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان گرامی سلام. آرزومندم که صحتمند و سلامت باشید. فریبا احمدی هستم با اجرای یک فعالیت آزمایشی در رابطه به اصل ارشمیدس در خدمت شما می باشم. مواد مورد ضرورت این فعالیت: مقداری از آب، قوه سنج، یک جسم یا یک وزنه، تار، بیکر. روش کار چگونه است؟ در مرحله اول تار را گرفته به وزنه بسته میکنیم. سپس وزنه را توسط قوه سنج وزن میکنیم و وزن واقعی وزنه را یادداشت میگیریم. وزنه دارای وزنی 4.9 نیوتن است. وزنش را یادداشت میگیریم. وزن واقعی جسم 4.9 نیوتن. سپس در بیکری که دارای یک نل هست مقداری از آب اضافه میکنیم. و آب را تا جایی اضافه می کنیم که اگر مقداری بیشتر از آن شود آب از بیکر خارج میشه. سپس بیکر دیگر را در اینجا قرار میتیم. حال وزنه را گرفته داخل بیکری از آب میکنیم. بسیار به صورت آهسته در بیکری که دارای آب هست وزنه را داخل میکنیم و وزن وزنه را یادداشت میگیریم. میبینیم که وزنه در داخل بیکر پر از آب یا وزنه در آب دارای وزن 4 نیوتن است. وزنش را یادداشت میگیریم. وزن جسم در آب 4 نیوتن. بنابراین وزن کاسته شده جسم در آب مساوی هست به وزن واقعی جسم منفی وزن جسم در آب. 4.9 نیوتن منفی 4 نیوتن که مساوی است به 0.9 نیوتن. چرا وزن جسم در آب کم شد؟ زمانی که جسم در آب فرو برده میشه آب یک مقدار قوه را به جهت بالا بر روی جسم وارد میکنه که همین قوه باعث میشه که وزن جسم در آب کم شود. و همچنان دیدیم که زمانی که ما جسم را در بیکری از آب قرار دادیم مقداری از آب از بیکر خارج شد. وزن همین آب بیجا شده توسط جسم برابر است به وزن کاسته شده جسم در آب، یعنی که وزن آب برابر است به 0.9 نیوتن. همچنین اصل ارشمیدس بیان میکنه که وزن کاسته شده جسم در مایع برابر است به وزن مایع بیجا شده توسط جسم. امیدوارم که این فعالیت برایتان مفید واقع شود. بیننده ویدیوهای بعدی ما باشید. تا اجرای فعالیت بعدی خداوند یار و نگهدارتان.